پسر من باید دکتر شه. برو یه جا تا بیمه شی. مگه ترید و یوتیوبری کاره؟ این نسل قدیم بود. حالا نسل جدید چی میگه؟ تو باید دیسیپلین داشته باشی. صبح برو باشگاه، تو را پادکست گوش بده، یه مدیتیشن کن و بعدش تا دیر وقت روی پروژه کار کن و فقط حق داری 3 ساعت بخوابی. اگه میلیاردر نشی، بیورزه‌ای. آرزوی من داشتن بوگاتیه. دیگه فهمیدن که برو دکتر مهندس شو جواب نمیده. ولی من احساس میکنم نسل جدید هم داره همون مسیر قبلی رو میره. فقط یکم خوشگل‌ترش کرده. قبلا میگفتن استرس کنکور رو تحمل کن تا ته تهش ماهی 50 میلیون دستتو بگیره. الان میگن الان چی میگن؟ باز نسل قدیم مسیرش واضح بود. یعنی من الان دارم جفتشون رو میکوبم. معلومه که نه. از نظر من هر دو عالین. چون تا حدی من عضو هر دوشون هستم. منظور من چیز دیگه ایه. اگه داوینچی تو این شرایط بود میخواست چیکار کنه؟ اول بره درس بخونه دکتر شه، چون هنر که شغل نیست. بعدم بره باشگاه، رسید خونه مدیتیشن کنه و با دیدن عکس بوگاتی که رو گوشیش گذاشته قوی‌تر ادامه بده. یکم مسخره نیست؟ داری دقیقاً مسیر نسل قبلی تو میری و همزمان ازشون گله هم میکنی. دوست دارم یکم دقیق تر شی. فرض کن 18 سالته و چند ماه دیگه کنکور داری. از اونجایی که به شدت فعال و تلاشگری، همزمان با درست تونستی سئو رو توی سطح خوبی یاد بگیری. امروز بعد مدرسه آماده میشی تا با یه شرکت خوب مصاحبه کنی. این شرکت دنبال یه جوونه که سئو بلد باشه و خب کی از تو بهتر؟ بهترین لباساتو پوشیدی و دقیق رأس ساعت رسیدی سر جلسه. به بهترین حالت ممکن اونجا رو ترک میکنی و منتظر جواب میمونی. چندین هفته بدون توجه به هیچ کس با قدرت درس میخونی و سعی میکنی بهترین خودت باشی. بذار خلاصش کنم. از اون شرکت بهت زنگ میزنن و میگن ما یکی دیگر رو انتخاب کردیم و متاسفانه تو انتخاب ما نیستی. با همون حال بعد میری سر جلسه کنکور و بعد نیم ساعت یه دلپیچه شدید میگیری. حالت از نظر ذهنی بد بود و حالا از نظر فیزیکی هم افتضاحی. داستانم اینجا تموم میشه، ولی بذار قبل رها کردنش ببینیم چی شد که شرکت ردش کرد. اون شرکت دنبال یه راه عالی برای تبلیغ کردن خودش بود. برای همین تصمیم گرفتن یه سایت بسازن که دقیقاً برای همین گفتن اگه کسی سئو بلده بیاد. وقتی حسابدار شرکت دید که این هزینه براشون بصرفه نیست، نقشه عوض شده. به جای سایت اونا یه پیج اینستاگرام زدن که هزینه‌اش خیلی کمتر بود. به جای اینکه واقعیت رو بگن، زنگ زدن خیلی ساده با گفتن این که ما یکی دیگر رو انتخاب کردیم خودشون رو راحت کردن. میدونی میخوام چی بگم؟ ممکن بود اگه راستش رو میگفتن یا اینکه این اتفاق یه سال قبل یا بعد کنکور میافتاد یا کلا وارد سئو نمیشد و اون دلپیچه رو نمیگرفت، هیچ وقت داستان اینجوری تموم نمیشد. خب پس تو داری میگی تلاش نکنین دیگه. اصلاً به هیچ وجه چنین چیزی نگفتم. خیلیا دارن به شما رویا میفروشن، رویایی که اکثر مواقع برای خودتونم نیست. من دلم نمیخواد کسی خوشحالی و زندگی کردنش رو وابسته به اون اتفاق کنه. خودتو عذاب میدی و روزی 12 ساعت کار میکنی و شب وقتی میخوای بخوابی با خودت میگی اگه اون چیزی که من میخوام بشه، من خوشحال ترین، من بهترین، من موفق ترین، همینجوری ترینا رو میگی. ولی زندگی همینه. تو میخوای 10-20 سال از عمرتو با حال بد و خستگی بگذرونی که 1-2 ماه خوشحال باشی. تازه اگه مثل داستان ما بدشانسی نیاری. من هیچی نمیگم. به نظر خودت احمقانه نیست؟ حالا اگه به جای اون هدفهای دور، هدفت این باشه که من امروز 12 ساعت کار کنم، چه اتفاقی میفته؟ تو نزدیک 10-20 سال از زندگی تو خوشحالی. اگه بعدش یه اتفاق خوب برات افتاد، یه کادو اضافه از سمت زندگی به توه. اگه هم نه، چیز خاصی رو از دست ندادی. نهایتش 1-2 ماه ناراحت میشی. حالا خودت کدوم رو انتخاب میکنی؟ من مطمئنم میخوام دومی باشم. چون کسی که از کار کردنش لذت نمیبره، مطمئناً نمیتونه 10-20 سال کار کنه. حالا موقعشه که نظر شخصی ما بگم. زندگی از نظر من یعنی لحظه. در واقع انگار یه خط نیست، یه معناست. یه بازی که کلی چالش داره. کلی راه برای جلو رفتن. ولی فقط یه چیز مونه. اگه حرکت کنی، در نهایت بازی تموم میشه. به هدفت میرسی. ولی اگه بترسی و سر جات بمونی، هیچ وقت نمیتونی به هدفت برسی. من دلم میخواد از تموم مراحل این بازی لذت ببرم. حتی سخت‌تریناش. حتی. چون میدونم همیناست که جذابش کرد.
نمیخوام کسی کل بازی رو با حال بد بره و همیشه منتظر آخرش باشه. چون وقتی به تهش میرسی تمام مراحل قبلی رو مرور میکنی، مثل یه فیلم سینمایی. من میخوام فیلمی که میبینم پر از حال خوب باشه. فکر کنم تو هم با من موافق.